تشکر. من یک سلسله نکته را درباره وضعیت ارزش‌های ایران شهری و فارسی و نوروزستانی در تاجیکستان میگویم، ولی این موقع من همچون یک کارشناس است. نظری دولت جمهوری تاجیکستان را دیروز نماینده وزارت خارجه به شکل رسمی فصیح دقیق بیان کرد. خبرنگارایی که دنبال نظر دولت هستند اونجا میتونن یابن. من نظر خودم در مورد همین ارزش ها میگویم. مسئله اول این است که در فهم ما مفهوم ایران شهر یا نوروزستان همچون یک خاطره تاریخی، همچون یک حوزه ارزش های مشترک تمدنی قابل فهم، قابل مطالعه است، ولی امروز در این حوزه حداقل 15-16 کشور با 15-16 هدف و منافع مختلف جایگیر است و همچون واقعیت سیاسی درباره صحبت کردن کمی مشکل است، ولی همچون یک حوزه فرهنگی ما را مورد مطالعه همیشه قرار میدیم. و خود همین که اول خراسان میگفتن در این کنفرانس و بعد خراسان زمین و بعد ایران زمین و بالا اومدن نوروزستان بسیار وسیع‌تر کردن، نشانی همین است که دیگر ما در مفهوم‌های خردتر جا نمیشیم، فراگیرتر نگاه میکنیم. این خودش یک بحرانی همین مسئله ایران شهر است. خب از نظر ما این است که همین حوزه تمدن مشترک با نام ایران شهر امروز با چه تهدیدها روبرو است. من این را میخوام میگم. یکم پیش از همه یک تهدید ایدئولوژی امروز به این حوزه است که ما میبینیم همین چیزی که ما افراطگرایی دینی میگوییم. حالا ما همیشه عادت کردیم که افراطگرایی دینی رو از بود امنیتی بررسی کنیم که این خطر به امنیت است، تهدید به ثبات است، تهدید به نظام‌های سیاسی است. ولی اگر کمی عمیق نگاه کنیم، افراطگرایی دینی همون موج جدیدی اون که حالی فعال است، پیش از همه تهدید تمدنی است. چون که در همون تعلیمات این گروه ها در نظامنامه هاشون، در همه اعلاماشون آمده است که با همه ارزش ها و با همه مشترکاتی که ما در این حوزه فارسی داریم، در حوزه تمدنی نوروزی داریم، اونا مخالفن از همین تاریخی ما، فرهنگی ما، زبانی ما، نامهای ما، هویتی ما، ولی اخیراً ادبیات ما از نظر اینا محکوم و مردود است. بنابراین آمدن اونا یک نوع مرگ تمدنی رو به وجود میارد، یک نوع خالگی تمدنی رو. از این رو در این بخش تیزی من یا خلاصه من این است که امی مبارزه و مخالفت ما با افراطگرایی که امروز هست، این تنها یک مبارزه امنیتی نیست، بلکه این یک تلاش این منطقه برای بقای خود همچون یک تمدن، همچون یک ارزش است. و اشتباه بزرگی که مثلا حتی در افغانستان شد نسبت گروه افراطی، مبارزه با اینا را در چارچوب مبارزه قدرت دیدن که شاید اگر ای بیاید حکومت دیگر میشد، اما دیدیم که با آمدن گروه حکومت دیگر نمیشه، بلکه نظام ارزشی، همه ارزش و معیارها دیگر میشه. بنابراین این مبارزه، این تهدید حیاتی است و این مبارزه هم یک مبارزه حیاتی است از نظر ما. از این رو من میگفتم که این حق مردم های منطقه است که با این سیلی خرابگری تمدنی زید باشند. چون که شما دیدین اخیراً با همه ارزش، از جمله با نوروز که ما امروز دربارش صحبت میکنیم، فتواهای زیاد در فضای اطلاعاتی افغانستان و تاجیکستان اینقدر فتوای ضد نوروز رایج است که در حال پیروز شدن از این دیدگاه، یعنی تهدیدها. و دوم یک تهدید بزرگی که به این حوزه است، همون جایی که شما سوال کردید نزدیک میشه، این است که یکی از مشکلات حوزه نوروزستان امروز این است که نظام‌های سیاسی در آن حاکمند که خود ارزش‌های نوروزی و ایرانی برای اینا در اولویت قرار ندارد. این بسیار مسئله حساس است، زیرا اگر همین 3 کشور فارسی زبان امروز گیریم، حالا کلمه فارسی زبان هم نقد میکنیم،
در دو تاش نظام دینی است که اولویتاش مذهبی است. بنابراین خودی ارزش‌های ایرانی و نوروزی و فارسی و تمدنی این حوزه در اوجا رفتن به سطح دوم. این فقط ایدئولوژی نیست، بلکه اینطور نظام ها تمام ظرفیتی همین حوزه رو به سمت ایدئولوژی و مذهبی روانه میکنند و این در اصل این ظرفیت خود همین حوزه نوروز است، ولی امروز در خدمت نوروز نیست، در خدمت مذهب و رویه های گوناگون صرف میشه. این یک چالش بسیار بزرگ است و این امکان نمیتد که ما حتی کشورهای فارسی زبان در بالای یک ارزش ها متحد شویم. مثلا ما لایحه تلویزیونی مشترک فارسی زبان داشتیم، من در این لایحه نزدیک بودم. اون وقت ما هر بار جمع میشدیم ما با فارسی صحبت میکردیم، اما در بالای ارزش های کاملا متفاوت. مثلا ما میگفتیم که در این تلویزیون زن مجری شود، برادرای دیگه میگفتن زن صدای زن درست نیست، ما میگفتیم خواننده زن بیا، و میگفت خواننده زن اجازت نیست. پس ببینید که ما بالای ارزش‌های با زبان فارسی و بالای ارزش‌های کاملا گوناگون دولت‌های ما تاکید میکرد. از این رو پروژه کشورهای فارسی زبان شکست خورد، پروژه تلویزیونی فارسی زبان شکست خورد و به حد اول پروژه کشورهای فارسی زبان زیر سوال رفت که اخیراً در همین ملاقات سطح عالی ایران و افغانستان از مترجم استفاده شد به عنوان دو کشوری صاحب زبانهای گوناگون. حتی در دوره ظاهرشاه این نبود که ایران و افغانستان با مترجم صحبت کنند. این نشان این می‌دهد که لایحه کشورهای فارسی زبان زیر یک سوالی بزرگ رفته است. من نظرم این است که حوزه کاربردی فرضاً زبان فارسی همچون یک مهمترین مشخصه این حوزه در 200 سال اخیر حدوداً 10 برابر کم شده است. اگر شما 150 سال پیش نگاه کنید 10 برابر امروز مردم از فارسی استفاده میکنند. در شبه قاره هند، در آسیای مرکزی، حوزه خراسان، حوزه ایران امروز 10 برابر خورد شده. گویندگانش هم 10 برابر کم شده است. اگر از نظر قدرت بگیریم حوزه قدرت سیاسی فارسی زبانا حدوداً 50 برابر کم شده است 3 سال. بنابراین این نشان میده که همین حوزه ایران شهر، حوزه نوروز در حال یک تنزل بسیار جدی است. چگونه حالا حوزه تاجیکستان با عنوان حوزه ورارود یا فرارود از هویت زبانی خود که زبان فارسی بوده فاصله گرفته؟ من میخوام از این شروع کنم که یک بی انصافی بگم یا نگاه غیر واقعی درباره تاجیکستان است که گویا در اینجا فارسی حذف شده است، هویت از بین رفته است. برعکس من همچون یک شهروند تاجیکستان احساس میکنم که تاجیکستان آخرین جایی است که تمدن آریایی، زبان تاجیکی، تمدن فارسی حکومت دارد. سیاست رسمی دولت است، نه تنها فرهنگ مردم. همین تاجیکستان تنها کشور است در این حوزه که خود را به طور رسمی ادامه تمدن میشمارد. این در پرچم رئیس جمهوری تاجیکستان درفش کاویانی زده است، یعنی همچون ادامه سلاله دولتداری آریایی. این خودی درکی مسئله از سوی دولت در نظر، هیچ دولت دیگری این حوزه اینجوری تعریف برای خودش نمی کند. این آخرین جایی است که اینجا نوروز در حد جشن میگیرد که هیچ دولت فارسی زبانی طوری نوروز نداره. اگر شما نوروز تاجیکستان با نوروز حتی ایران که مادر نوروز باشه قیاس کنید، اصلا قابل قیاس است. یعنی تاجیکستان امروز امو در صف پیش احیا و بزرگداشتی تمدن ایرانی و نوروزی و اینا قرار دارد. این ولی اگر بحث شود ما میگیم با دلیل ها، چون که تنها جایی است که اونجا حکومتی ارزش ها در سطح رسمی دولتی، اینجا نه حکومت مذهبی است نه حکومت دینی است، اینجا حکومت ملی تاجیکی فارسی است. این بسیار تفاوتی بزرگ است. این یک احیای نوروز که در تاجیکستان شده است در تمام شهر و نواحی در سطح دولت با تمام همو
جزئیاتی که نوروزنامه های سنتی ما نوشتن اینجا تطبیق شده است، اما 7 روز با همه روزاش. این در احیای هویت ایرانی و فارسی و آریایی و تاجیکی نقش کلیدی دارد. برای ما این بسیار مهم است. نوروز ما نه تنها همچون جشن بلکه همچون یک بخشی از هویت ملی مطرح کرده. دوم اینکه درباره زبان من فکر میکنم که امروز در تاجیکستان زبان فارسی اصلا حذف نشده است، بیگانه نیست، بلکه ما شاید تنها کشور باشیم که وزارت زبان داریم. تاجیکستان کمیته زبان دارد که وزیر رو رهبری میکند. تمامی مؤسسات، کارخانه ها همه جا باید زبان فارسی تاجیکی را در عمل تطبیق کنند. حقوق ندارن زبان دیگر حتی واژه بیگانه را استفاده کنند. این تنها کشوری که زبان فارسی اینجا از طریق قانون دولتی حمایت میشد و حتمیت قانونی دارد. بنابراین تصور که تاجیکستان از این دور شده است این درست نیست. ولی در مسئله نام زبان ببینید، ما یک مشکل تاریخی در سالهای 24 و 20 و 30 عصر گذشته داشتیم که باید زبان تاجیکی نامیده میشد. این زبان فارسی است. من حال صحبت دارم به زبان تاجیکی، شما امیرا همچون فارسی زبان میشنوید میفهمید. یعنی زبان فارسی از تاجیکستان اینجا نرفته است، فقط ضرورت تاریخی بود. چون که اون وقت یک جریانی آمد که گفتن که تاجیکا این ایرانیایی هستن که به آسیای مرکزی مهاجرت کردن، اینا باید دولت نداشته باشن، دولت به دیگران متعلق شد. بنابراین بزرگای تاجیک در اون دوره ضرور شماریدن از نظر سیاسی که نام زبان رو میگیم تاجیکی، به خاطری که نشان بدیم که تاجیکان در این سرزمین از اول بودند. یعنی تاجیکی نام بردن زبان در اون دوره یک ضرورت سیاسی و حیاتی برای صاحب دولت شدن تاجیکان بود، نه اینکه از بر فارسی گذشتن. اینا دیدید که دیروز رئیس جمهور ما در صحبت با رئیس جمهور ایران گفت که من در سازمان ملل متحد با زبان تاجیکی فارسی صحبت میکنم. یعنی نام فارسی همانا هست ولی نام دولتی و قانونیش تاجیکی است. درباره خط، چرا تاجیکستان به خط فارسی نمیگذرد؟ یک سوالی همه جا همه خبرنگار هم از ما میپرسد. ببینید، ما در اصول خط فارسی را خودمون نباختیم بلکه اون گرفتن. یک قرار دولت شوروی بود که اونجا کسی نمیتونست مقاومت کنه. بنابراین اینکه تاجیکا از فارسی دست کشیدن این یک تهمت است، یه حادثه. ولی چرا امروز برنمیگردد؟ ببینید امروز دو چیز است. یکی اینکه تمایل و خواهش جامعه تاجیکستان برای خط فارسی هست. ما خط فارسی رو بخش هویت خود میدونیم، ولی مثلا چند عامل است. ببینید، یکم عامل اقتصادی. مثلا به حساب من برای که تاجیکستان به خط فارسی برگردد حداقل 2 میلیارد دلار پول لازم است که تمام نظام باید برگردد، ولی هیچ کس آماده نیست. یک پولی تقریبا حزب الله لازم است که تاجیکستان به خط فارسی برگردد، ولی کی میده این پولا؟ مثلا بنابراین این یک. دوم، از نظر اجتماعی که ما همین ملت با این امکانات اجتماعی که داریم نمیتونیم در 1 سال 2 سال 10 سال دوباره باسواد کنیم. حالی تاجیکستان در جهان از باسوادترین کشورها 100% جمعیت تاجیکستان خواندگی است، باسواد است. اگر ما خط عوض کنیم با این امکانات اقتصادی است، ما نمیتونیم در کوتاه مدت دوباره این نشان دهنده سواد مردم برقرار کنیم. سوم اینکه این مسئله سیاسی است، یعنی گذشتن از خط کریلیک در فضای ژئوپلیتیک یک تفسیر سیاسی می‌یابد، به معنای اینکه از یک حوزه ژئوپلیتیک به حوزه دیگر می‌گذرد. بنابراین اونجا هم مشکلات است. از این رو اراده یا اعتراف اینکه خط فارسی جزء هویت ماست این هست، در این زمان امکانی اقتصادی و سیاسی و فنی اون در همین مرحله تاریخی نیست. بنابراین ما در بین همین دو چیز هستیم که این ایده همیشه زنده است، ولی اگر فرصت تاریخی مناسب فراهم شود حتما این تحقق می‌یابد.